امروز ما مردم تاجیک افتخار و سرفرازی داریم که یک بحثی که بین دو دولت تاجیکستان و قرقیزستان طول 100 سالها جای داشت و آغاز آن سال 1924 بود، با تشبس‌های خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان حل و فصل خود را یافت. همگان شاهد هستیم که 13 مارس سال 2025 از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صدر ژاپاروف 16 سازشنامه و حجت‌های همکاری در مثال یادداشت‌ها به امضا رسید و یکی از سازشنامه‌های بین دولتی که برطرف کننده مشکلات از جمله مشکلات مردم محلی همسرحد بود. این سازشنامه حل سرحد می باشد، چون که با موجودیت آن سالهای زیاد مردم تاجیکستان با مشکلات اجتماعی، اقتصادی، حتی بعضاً با نزاع‌های حربی دچار می شدند که برای زندگی آسایشته آنها مانع‌ها را به وجود می آورد و واقعاً با این عمل خود پیشوای ملت محترم امام علی رحمان باری دیگر اثبات نمودند که مکتب دولتداریشان همچون اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت اعتراف شدنشان واقعیت زمان است و با بستن این سازشنامه ها این مشکلات را حل نمودند و سفر کردن به جمهوری قرقیزستان برای مردم تاجیک و تاجیکستان عزیز یک قطار کارهای سودمند را به سامان رسانید. سرحدها گشوده شدند، رفت آمد نقلیات هوایی آغاز گردید، رابطه های اقتصادی و اجتماعی، علمی و فرهنگی براه مانده شد و اندیشه دارم که بعد از استوار شدن این مناسبت های بین دو دولت همچون همسایگان نیک، همچون شریکان استراتژیکی برای رشد دولتداری هر دو کشور سهم بی‌نظیر خواهد گذاشت.